با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی با جمعی همکاران شما را به مهمترین حادثه های تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. امروز 3 آگوست است. در برنامه این گزارش ها را داریم. دو شهروند تاجیکستان که در قرقیزستان با عیب جاسوسی حکم طولانی زندان گرفته بودند، پس از 1 سال استرداد عفو و آزاد شدند. همین اگر گناهکار نبودم که همون سبب دستگیری کرده، انشاءالله من گیر آمدم. رحمت. دادگاه ختلان 3 افسر میلیسه را برای شکنجه و مرگ یک ساکن کولاب به 14 سالی زندان محکوم کرد. با محروم کردن از حقوق اشغال منصب در مقامات کارهای داخلی به مدت 12 سال و با دادن امتحان جزا در کلان اصلاحی نظامشون سخت تعیین کرده شد. پس از زمین لرزه مرگبار در ترکیه و سوریه، مقامات تاجیک تاباوری بناهای نوساخت به زلزله را در شهرهای تاجیکستان سنجیدند. دو شهروند تاجیکستان که پس از یک مناقشه مرزی در قرقیزستان با گمان جاسوسی بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شده بودند، پس از 1 سال استرداد به وطن عفو و آزاد شدند. قرار عفو آنها آخر ماه ایول صادر شده است و آنها که در زندان یاوان نگهداری می شدند به نزد پیوندانشان به ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت برگشتند. همکارم فرزان محمدی به خانه یکی از آنها رفت و این گزارش را آماده کرد. حوله خانواده عبدالقهاروف در دهه خستیورز هممرز با قرقیزستان بیش از 2 سال مثل یک ماتم سرا بود. همکنون بعد از زندان رها شدن فرزند این خانواده عبدالرازق عبدالقهاروف، خویش و پیوندان شاد و مسرور هستند. همین اگر گناهکار نبودم که همون سبب دستگیری کرده، انشاءالله من گیر آمدم. رحمت. عبدالرازق عبدالقهاروف در آخر ماه اپریل سال 2021 اول از جانب ماموران قرقیز بازداشت و بعد چند ماه به حبس عمرباد محکوم شد. سپس به تاجیکستان استرداد گردید و تا سفید شدن حکمش در زندان شهرکی یاوان بود. رحمت. الحمدلله سلامتیان است. شکرانه میکنم که این پیش فرزندان من اشتیام. رحمت همین مقامات‌های دولت ما و خصوصا جناب عالی و رحمت امام علی رحمان با دستگیری همین مقامات با من با پیش فرزندان آمدم. های نصیب بوده است همون جاهای دیده آمدیم، من با نصیب کنده شد آمدیم خواننده. نرگس جبار و همسر عبدالرازق عبدالقهاروف نیز از مقامات و خبرنگاران اظهار تشکر کرد. او بارها با عرض و داد به رادیو آزادی مراجعت کرده و از نبودن سرابان خانواده‌اش افسرده حال گشته بود. آنها اکنون نیت دارند ماه آینده توی خانه‌دارشوی نخستین فرزندشان را برپا نمایند. همین من میخواهم که همین قرقیز و تاجیک همه صلح شود، همین رفت و بیا کند، رها گشوده شود، همه ما اکنون یک درگی که دوستانه اهلانه زندگی کنیم. همراه عبدالرازق عبدالقهاروف یک ساکن دیگری جماعت خستیورز اسکر یونوسوف نیز رها گردیده است و او در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیرتر با رسانه‌ها صحبت خواهد کرد. عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونوسوف شهروند تاجیکستان هستند ولی در دهه باربردوک ولایت بادکند قرقیزستان میزیستند. آنها را پس از مناقشه مسلحانه ماه اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت دستگیر کردند. مفتشان قرقیزستان گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری هنگام درگیری گناهکار دانستند. نزدیکانشان میگفتند اتهامات اساس ندارد و از این رو آزادی آنها را میخواهند. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال‌های مرزی ده‌ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد و یا اتهام‌های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. دادگاه ولایت ختلان به یک پرونده پرسر و صدا نقطه گذاشت و 3 میلیسه متهم در شکنجه را در شهر کولاب به سالهای طولانی روانه زندان کرد. 3 افسر میلیسه با آن متهم شدند که عبدالقهار رازقوف یک ساکن کولاب را با گمان دست داشتن در فروش مواد مخدر بازداشت کرده شکنجه کردند و این جوان زیر شکنجه جان باخته است.
مرگ این ساکن کلاب در ماه ینور امسال در اداره پلیس اعتراض گروهی از ساکنان کلاب را به بار آورده بود. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش می‌دهد. دادگاه ولایت ختلان حکم 3 میلیسای گمانبر در مرگ عبدالقهار روزیقوف ساکن شهر کلاب را اعلام کرد. هر کارمند آنها به 14 سال زندان محکوم شدند. شمشاد شریفزاده، ظفر خولوف و جمشید کرامتوف کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه کلاب به بازداشت خودسرانه و شکنجه عبدالقهار روزیقوف ایبدار شدند. حکم دادگاه علیه این میلیساها روز 25 ایول صادر شده است. مرگ این ساکن کلاب در ماه ینور امسال اعتراض گروه از ساکنان را به بار آورده بود. حسین آدینه‌زاده دادرس دادگاه ولایت ختلان در منطقه کلاب روز 2 اوگوست ضمن نشست خبری گفت که 3 کارمند میلیسا مهلت حبس را در زندان نظامش سخت پشت سر خواهند کرد. شریفزاده شمشاد امامعلی، خلوف ظفر قواتج و کرامت جمشید صدلایچ نسبت یا از سنه 25 ایول سال 2023 کمیسیون صادر گردید و هر سه همینا با ماده 143 نشانه یک قسم 3 بندی به کدکس جنایتی جمهوری تلسان گناهکار دانسته شدند و هر کدام اینها در اساس همین ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 14 ساله و محروم کردن از حقوق اشغال منصب در محکمات کارهای داخلی به مدت 12 سال و با دادن جزا در کلان اصلاحی نظامشان سخت تعیین کرده شد. معلوم نیست خود این محکوم شده ها و نزدیکان آنها به این حکم چی نظر دارند. حسین آدینه‌زاده گفت یکی از عیبدار شونده ها از بالای حکم دادگاه منطقه کلاب به زینه بالای دادگاه شکایت برده است. عبدالقهار روزیقوف شب 2 ینور امسال از طرف ماموران میلیسا دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا در یک اعلامیه گفته بود در راه و بر اثر استعمال زیاد امفتامین درگذشت. نزدیکانش آن زمان گفته بودند که روزیقوف زیر شکنجه جان داده است. گروه از ساکنان کلاب یک روز جسد را از سردخانه نگرفتند و گفتند تا مقامات وعده جزای شکنجهگران را ندهند بینای سردخانه را ترک نخواهند کرد. اعتراضگران تنها پس از وعده مقامات برای تحقیق عادلانه پرونده جسد را برای خاکسپاری از سردخانه گرفتند و آن مکان را ترک کردند. سالانه 10 ها بازداشت شده یا نزدیکان آنها از شکنجه در بازداشتگاه ها شکایت میکنند. مقامات در بیشتر مورد وجود شکنجه را رد میکنند و تنها در حالتهای استثنایی نسبت به کارمندان میلیسا پرونده باز میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان ادعا دارد که بناهای نوبنیاد در دوشنبه، خوجند و شهر باختر به زلزله تاب‌آور هستند. ساکنان همیشه صفت ساختمان‌های نوبنیاد را تنقید می‌کنند و می‌گویند از زندگی در آنها می‌ترسند. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمان 2 اوگوست ضمن نشست خبری گفت بعد زمین لرزه خرابی‌آور در ترکیه و سوریه در ماه فوریه و مارس صفت بناهای نوساخت را سنجیدند. مولا رجب یوسفی با امیر ایسایف در نشست حضور داشتند و این گزارش را تهیه نمودند. چنین ساختمان‌ها سالهای اخیر در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان زیاد شدند. بنیاد منزل‌های نو از یک طرف خوشحال کننده باشد، از سوی دیگر مسئله بی‌خطری آنها را به میان آورده است، به خصوص بعد از زمین لرزه سخت در ترکیه و سوریه که صدها منزل را خراب و هزارها کس را کشت. مسئولین کمیته ساختمان و معماری گفتند بناهای نو را در 3 شهر تاجیکستان سنجیدند. رئیس کمیته گفت 26 بنا در خوجند، 36 عدد در باختر و 10 ها ساختمان دیگر را در دوشنبه از سنجش گذراندند. معین کردیم که در حقیقت اون انشاءاتی که ساخته شدن از جهت خلاصه اکسپرتیز دولتی گذرانده شده مستحکم هستند و با زلزله تاب‌آوری قناعت بخش هستند. بحث تاب‌آوری ساختمان‌ها به زمین لرزه بعد این حادثه در ترکیه و سوریه داغ شد. روز 6 فوریه صدها بنا در این دو کشور بر اثر زمین لرزه فرو ریختند. بیش از 50,000 کس زیر خرابه‌ها جان دادند.
تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. همه ساله در کشور صدها زمین لرزه ثبت شده، منزل ساکنان ویران می شود. از جمله در 2 زمین لرزه ماه مارس 10 منزل در ولایت سوغد و منطقه رشت آسیب دید. متخصصان احتمال تکرار حوادث ترکیه در تاجیکستان را خیلی کم می دانند. معلوماتی که زمینی در حدود تاجیکستان رو داده بودند، معلومات در برای دوره 2000 سال زیاد داره معلومات. برای همین ما گفتیم که این خیلی واقعی که در ترکیه رخ داده بودند در تاجیکستان نمیتونن رخ دادن. این متخصص تاجیک توصیه میدهد که در وقت ساختمان باید چند قاعده رعایت کرده شود. وقتی ساختمان با البته خود صفت ساختمان استفاده برای مسئله ساختمانی خوب صفت، اجرای کارهای ساختمانی در سطح لازمه صفتناک باید اجرا کنند. هنوز معلوم نیست که اطمینان کمیته ساختمان درباره بی‌خطر بودن بناهای نوبنیاد در کشور تا کجا نگرانی ها را کم می‌کند. متخصصان به نظارت جدی در این سمت تاکید می‌کنند. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفته است که بیش از 12,000 نام موضع و محل‌ها را در تاجیکستان ثبت کرده است که تاجیکی نیستند. این کمیته گفته است برای تغییر بیش از 5,000 نام به مقامات‌های محلی نامه نوشته است. در چند سال اخیر هزاران نام کوچه و خیابان که به نام چهره‌های سیاسی زمان شوروی گذاشته شده بودند تغییر یافتند. همکارم شهلای عبدالله و اسکندر فیروز گزارش دارند. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان بیش از 12,000 نام محل‌ها را ثبت کرده است که مطابق قاعده‌های زبان و املای زبان تاجیکی نبودند. این نهاد پیشنهاد کرده است که مقامات محلی نام رسمی بیش از 5,000 منطقه‌های اهالی نشین را تغییر دهند. تاریخاً هیچگاه قراتگی نبود. رشت بود، رشتان بود، رشتان زمین بود. و این چیزها را ما مختص بودیم و در همین دایره ما 5083 عدد نام محل‌های اهالی نشین را ثبت نام کردیم. با گفته رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، تغییر نام محل‌ها نباید مایه نگرانی باشد، زیرا با گفته وی حتی نام دوشنبه در 100 سال اخیر 3 مراتبه یعنی از جوشنبه استالین‌آباد و باز دوشنبه شد. قبلا کمیته زبان و اصطلاحات از تلاش جلوگیری نامگذاری تکرار به تکرار کوچه و محله و شهرک و دهات خبر داده بود. با گفته کمیته در تاجیکستان تنها نام گلستان در 41 جماعت و دهات، وحدت در 31 مورد، استقلال در 25 و نواباد در 23 مورد استفاده شدند. اما با گفته برخی زبانشناسان در این کار باید تاریخ شناسان نیز جلب کرده شوند. در این کار باید احتیاط کرد چون بسیاری از جای‌نامه‌های تاجیکستان ریشه سغری، بلخی و پامیری دارند و این جای‌نامه‌ها را نباید هرگز دست زد. همچنین باید کاری کرد که جای‌نامه‌های بی‌معنای چون وحدت، استقلال، دوستی و دیگر که بسیار تکرار شده‌اند از جمله بوستان و گلستان نیز دیگر تکرار نشوند. این گونه نام‌ها جای‌نام نیستند. حکومت تاجیکستان از چند سال قبل به تغییر نام و شهر و ناحیه و محل‌ها شروع کرد و پیشتر از همه نام‌های میراث زمان شوروی را تغییر داد. همین طور ولایت لنین‌آباد نام قدیمه سوغد را گرفت، ناحیه مسکو همدانی، سوت تیمورملیک، لنین رودکی، فرونزه سینا، اکتبر اسماعیل سامانی، اورژنیکیدزآباد وحدت و لنینگراد مومن‌آباد شدند. مقامات هدف از تغییر نام‌ها را برگشت به اصالت ملی و احترام به ارزش‌های فرهنگی نامیدند. درباره این گزارش اگر نظر دارید حتما به ما نویسید. سپاس که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و ادناکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.